اخبار اومده است امام غزالی در احیاء العلوم برای ما و شما نصیحت میکند که بار شیخ بایزید بسطامی هنگام سفرهاش داخل یک مسجد میشود. در مسجد از قفای یک امام نماز خود خان بعد از او وقتی که بعد نماز نشستن امام از او سوال کرد که یا بایزید تو جای کار نمیکنی؟ تو از یگان جای نفقه حاصل نمیکنی؟ پس رزق روزی خود با چی واسطه میگذرانی؟ شیخ گفت یا لحظه صبر کن. از جاش قایم شد و با نماز شروع کرد. نماز خوان امام پرسیدش که یا شیخ این چی نماز بود که خواندی؟ گفت همون نمازی را که از قفای تو خواندم احادش کردم. از قفای شخصی که تا به حال رازق نمیشناسد نماز خواندن جایز نیست. تو به شرافت نمیدونی که بنده را خدا خلق کرده است، رزق روزی بنده را خدا خلق میکنه. پس مسلمانی که میداند که رازق پروردگار متعال است، رزق روزی از جانب خداوند از برای او تهیه میشود، بعد از این به بهانه نفقه اهل بیت نماز خدا را ترک میکند، جماعتی را که سنت مؤکده رسول الله صلی الله علیه و سلم است به طریق واجب ترک میکند. وای وای به حال این بی‌شرافت که هنوز رازق خدا نشناخته است. عادتا احوال این مردم بسیار خوار است در دنیا. شاید بعضی هاش خواهش بکنید با شما گپ نزنید. وقتی که سخن از خدا و رسول خدا می آید همه گپ حرام است. در وقتی امر به معروف و نهی از منکر کردن باید همه خاموش باشند. تمامتون بخیری گپ نزنید که خلل نرسانید. در سخنچین بینم در انجمن 100,000 گل بریزم از چمن. حضرت مولوی میگه اگر من دیدم که سخن من در تو تأثیر دارد، تو گوش می اندازی، از دهنم گل میریزد، در مروارید میریزد و سخن کش بینم ایزم بمازد، نکته از پیشم گریزد مثل دست. اما اگر ببینم که در میان سخن لگد میگوی دیگه هم حرف من فراموش میکنم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار همراه اصحاب خویش در ذوالحلیفه از نزد یک گوسفند خود مرده که صاحبش از پاش گرفته و دورش انداخته بود عبور میکرد. با اصحاب مراجعت کرد، گفت اتندرون خارتر زمینتر است. لو کانت الدنیا عند الله جناح بعوضا ما سقا کافرا منها شربة ماء. اگر دنیا گفت در نزد خدای تعالی مقدار یک ته پشه قدر منزلت می داشت، از برای کافر خدای تعالی یک کاسه آب دریغ می دانست. چه جای آن که برای کافرها دنیا را عطا کند. این تأکید پیغمبر ماست. حدیث امام ترمذی و ابن ماجه با اسناد حسن صحیح روایت کردند. واقعا اون شخصایی که به جمع آوردن مال و ثروت در دنیا مشغول هستند ناکام از دنیا می روند. زیرا همون مال و ثروت اولا به خودشان نصیب نمی کند، ثانیا عادتا به همون ورثه هم نمی رسد، از برای بیگانه ها جمعش میکنند، مال دیگران میخورند. اما این به شرافت در خانه قبر در عذاب و عقوبت گرفتار است. حضرت شیخ عطار یک قصه را آورده است از برای تنبیه ما و شما، از برای آگاه ساختن ما و شما که این دنیا یک نفس است، شایستگی او را ندارد که برای این دنیا شده شخص سالم عقل، شخص فاضل عبادت خدای خویش را ترک کند. حضرت میفرماید حریص در میان رنج تیمار، بس جان کند در کوشید بسیار، بروز شب زیادت بود کارش، که تا دینار شد 300,000. یک شخصی چشم گرسنه و حریص دنیا میگوید، تمام عمر جان کهان چپ زد راست زد، آخر الامر 300,000 دینار طلا جمع آورد. دینار طلا پول طلایی را میگن، سکه طلا را که بسیار قیمت است. فزون از 100,000 بود املاک، فزون از 100,000 نقد در خاک،
فزون از 100,000 دیگرش بود که آن بر مردمان کشورش بود. 100,000 دینار از برای خریدن زمین و خانه صرف کرد. ندویجی مست خرید به قول امروزان. 100,000 دیگر پول نقد کرد، طلای نقد در زیر زمین گورانیدش که برای یک روز سیاه و مبادم لازم بشه. 100,000 دیگر به مردم، به تجار، به مزاربه داد تا اینکه اونا تجارت کنند و این منفعت حاصل کنند. پول خچه در عبرات گذاشت. چمال خیش از حد بیش میدید، سرای خیش ملک خیش میدید. بدیل گفتا که بنشینا همه سال، بخور خوش تا از این پس چون شود حال. بعد از او وقتی که این مال حال دید که هر ماه یک مبلغی هنگفت و بزرگ به خزینش وارد شده ایستاده است. گفت ای دل سیر کنه که خاک در سرت، صبر کن، دیگه کلام بخور، دیگه فکر زندگی را نکنه کن، بعد از این عبادت خدا را کن، کنج مسجد بگیر که احوال چی میشیده باشه. چه در دل کرد این اندیشه ناگاه، در آمد زود عزراییل جانخواه. همه اندیشه را کرده بود که حضرت عزراییل رسید، عجلش آمد. چه عزراییل را نزدیک دید او، جهان در چشم خود تاریک دید او. این جان هم قدر شیرینی هست که یگان مال و متاع دنیا جای جان گرفته نمیتونه. چه عزراییل را نزدیک دید او، جهان بر چشم خود تاریک دید او. مگر میداد هم 300,000 که تا مهلت دهد یک روز باره. راضی بود که همون 300,000 دینار از برای یک روز تسلیم کنه، برای یک روز مهلت دادن تا در همین روز عبادت خدا را به نقصان، به ریا، خالص به خاطر الله انجام دهد. بزاری گفت بسیار شنید و نبودش مهل مقصود ندید. هرچند که زاره و التجا کرد هیچ فایده و منفعتی نرسیدش. لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. خداوند در قرآن بزرگ خیش فرموده از برای هر امت، از برای هر شخص فرد یک اجل مقدر است. او اجل آمد ساعتش دیگه او را به مال متاع دنیا خریده نمی شود. اجل به هیچ وجه از سر دور کرده نمیتونی. و آخر گفت میخواهم امانه که تا یک حرف بنویسم زمانه. گفت یا عزراییل اجازت هم ده که یک حرف از برای فرزندام و از برای قوم خودم وصیت نویسم. از اجلش همون مقدار مانده بود تا ما و شما یک عبرت حاصل کنیم، یک تعلیم بگیریم. زمانش داد چندانه که یک حرف نوشت از خون چشم خود به شنگرف. که هان ای خلق عمر و روزگاره که می دادم بها 300,000 که تا یک ساعت تانم خریدن. گفت ای مردم به خود بیایه، من تمام عمر عذاب کشیدم، 300,000 دینار راجع و نقد جمع آوری کردم، از برای یک ساعت حیات راضی بدم همین 300,000 را بتم که تا یک ساعت تانم خریدن. نبودم هیچ مقصود از چخیدن، هر چند التماس التجا کردم دادم و جای نرسید. چنین امر شما گر می توانید، نکو دارید قدری آن بدانید. ای مردم به قدر این حیات برسید که هر یک ساعتش قسم به خدا از درهم و دینار برای شما قیمت بهاتر است. کسی گر در چنین امر زیان کرد، در آن عالم تدارک چون توان کرد. کسی در این علم زیان کرد، عمر به بهوده گذرون، عمر به لهو و لعب گذرون، دیگر چینه او را تدارک میکنی. دنیا مزرعه آخرت ما و شما است، زمین کشت آخرت ما و شما است. وقتی در این زمین چیزی را کشت نکردی، از کجا طمع میکنی به حاصل روز قیامت؟ متاسفانه این قدر ما پابند دنیا شده ایم
یک واقعه را من چند باشه داخل میکنم. یک تاکسیست همسایه بود گفت داملا از آن مسجد گفتن خواستم با مسجد برم که یک کلینتی 10 سامانی اومد سوارش کردم بردم چی میشود؟ گفتم سری دیلت میشود چی میشود؟ تا نمازی را که تکبیر اولش پیغمبر صادق مصدوق از دنیا و تمام نوش نعیم دنیا بالا دانسته است با 10 سامانی با یک ثمن قلیل عوض کردی. وای به حالت، این عملی بنی اسرائیل است. خدای تعالی در قرآن چی مقدار تأکید کرده است؟ لا تشتروا بآیاتنا ثمنا قلیلا. ای مسلمانا، آیاتی ما را، اعجازی ما را، قرآنی ما را، عبادت نمازی ما را بهای اندک با دنیا عوض نکنید که بعد از این را دیگه تدارک کرده نمیتونه. پدر و مادری پیر دستت میآیند که ای فرزند ما برای تو جان کهاندیم، موی سر سفید کردیم، عذاب و عقوبت کشیدیم، ثواب یک نماز تا برای ما عطا کن. میگریزی از پیشو، از دادن یک نماز مساهله کاری میکنی، میگریزی. امروز پس چرا این نماز در چشمت اینقدر بی مقدار است، اینقدر بی قدر است که تو برای 10 سامانه او را بدل میکنی و از بحری ثواب نمازت میگذری؟ امروز احوال جامعه ما تا به همین حد پس شده است، تا به همین حد بی‌پروا شده ای. در یک معرکه میره میشینه، وقتی نماز میشود ساعت نماز، یک شخصی خدا ترسی به مردم پیشنهاد میکند که ای مردم نماز شده است. از اون گفتن بیایی رویم در مسجد نماز بخونیم. یک شخصی معیشت پرور میگه که خیلی همجا بسیاریم کو یک جماعت میکنیم و میخونیم. آیا جماعت خونه جای جماعت مسجد میگیرن؟ قسم به خدا هرگز نمیگیرن. ببینه تا کدام درجه را معیشت دنیا، زرق برق دنیا ما را جاهل ساخته است. در قشلاق‌ها و مسجد داریم، اما متاسفانه اکثر اهل محل، اکثر اهل قشلاق از مسجد دور هستند، نماز در مسجد نمیخونند. چی نوع توقع رحمت از خدای خود داشته باشید؟ این نماز فردا روز قیامت از برای ما نور است، حجت است، برهان است. در صورت نور و حجت و برهان می شود که و جماعت در مسجد خوانده شود، زیرا که پیامبر صادق مصدوق تأکید فرموده لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. برای شخصی که در همسایگیش مسجد است، در دهش مسجد است، در کوچش مسجد است، نماز در غیر مسجد قبول نیست. این مردم چی درد مرسید است؟ قسم به خدا اکثر ما و شما امروز مسلمان جغرافیایی شده ایم. یک برادر به مسجد نمی آید، وقتی تنبیهش میکنی که چرا نا اومدی در نماز خفتن، میگه 2 همسایه 2 مهمان اومد خونم، خانه سوختان نماز نمیخوندیم، میگه به خاطر ما موندیم. گفتیم دیدی تا جای آن که امر به معروف کنی، تا جای آن که واجب الهی را ادا کنی، شخص بی نماز با نماز بکشی و به مسجد بیاری، او بی نماز فاسق ابله ترا امر به منکر کرد، از عبادت خدا باز داشت. اصلا بی نماز صدقه نام کنه، صدقه طعام کنه، تو نخو به خاطر یک بی نماز شده بگذار مهمان باشه، تو نماز خدا را ترک کنی، جماعت خدا را ترک کنی. ببینه تا کدام درجه را ما نسبت نماز خاصتا نسبت جماعت به پروا شده. حضرت حاتم ابن اسم یک اولیای خدا، یک شخصی بزرگی که هم عالم بود هم عارف بود، روایت میکند. روایتش در کتاب معروف شمس الدین ذهبی الکبائر آمده است. میفرماید فاتتنی الصلاة فی الجماعه، یک نماز جماعی از من ترک شد، میگوید فوت شد. فعزان ابو اسحاق البخاری وحده، از میان تمام قوم یکی از دوستان با نام ابو اسحاق بخاری آمده به من تعزیه بیان کرد. گفت انا لله و انا الیه راجعون. یا حاتم، یک مصیبت بزرگ سرت آمد، تو نماز جماعت فوت کردی، از ثواب و فضیلت نماز جماعت محروم شدی. بعد از او به علم حضرت بیان میکند لو مات لی ولد لعزان اکثر من 10,000. اگر میگوید فرزن پسرم از دنیا میگذشت،
زیاده از 10,000 آدم میدیدی که خانه می اومدن از برای تعزیه بیان کردن. اما برای نمازی که از فرزندم برای من بهتر است، از پدر و مادرم بهتر اولاتر است، کسی برای من تعزیه بیان نکرد. چرا؟ لأن مصیبت دین اهون عند الناس من مصیبت دنیا. از برای آن که مصیبت دین امروز در چشم مردم از مصیبت دنیا خوارتر شده است. ای کاش که ما و شما صدای همو مرده ها را و اهل قبرستان را میشنیده. یا لیت قومی یعلمون. ای کاش که این قومی من میدانستم میگه که در این قبرستان چی احوال است، در عالم برزخ چی احوال است. قسم به خدا در اون صورت از ترس خدا نان از گلوم و دیگه فرو نمیرفت. اگر فرزن یک حکومتدار، یک ملیسه، یک نفر آدم تنبیه کنه که میبرم در زندان محکمت میکنم، همین طعام لذیذ در کامت زهر میگرده، دیگه خورده نمیتونید. از ترس واهمه را شب خوابت نمیبره. پس ای مسلمانی به شرافت، خدایی که در قرآن در صدها موضع تو را تعذیرت میکنه، تنبیهت میده، آگاهت میسازه. این جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. ای مسلمانو، به شک شبهه جهنم در کمین ایستاده است. از برای بنده های طاغی و سرکش مآب و مکان است که در اوجا لبس میکنن حقبه ها، یک حقب پشت حقب دیگر. حقب علما 80 سال گفتیم تا 100 سال. اگر یک حقب در جهنم بگذارند 80 سال این دنیا، شما تصور میکنه این چی گفتن گپ است؟ اگر یک سری سوزن در انگشتت بخله جانت میبروید. اگر اندکی دستت یا پات سوزد از همین آتش دنیا جانت ببروید. اندیشه عقوبت قیامت جهنم نمیکنی که چقدر مشکل است. اینقدر مردمی بی‌پروایه. حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی میگوید اگر مردم همچنانی که از کم بغل شدن میترسن، از دوزخ خدا، از غضب خدا میترسیدن، قسم به خدا میگه یگان که از دوزخی نمیشد. اما همین مردم از کم بغل شدن دنیا، از فقر دنیا میترسن، اما از عذاب جهنم پروا ندارن، پروای عذاب و عقوبت جهنم نمیکنن. در حدیث صحیح اومده است، امام احمد به اسناد صحیح روایت میکند از حضرت انس ابن مالک که پیغمبر خدا گفت سألت جبرئیل مالی لا ارى میکائیل یضحک. میگه از حضرت جبرئیل سوال کردم که چی سبب است که میکائیل علیه السلام نمیخنده. تا به حال ندیدم که بار حضرت میکائیل که یک فرشته رحمت است، فرشته است که رزق روزی و رحمت خدا را از برای بندگانش نازل میسازد، تبسم نمیکنه. حضرت میگوید در جواب فرمود ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار. از زمانی که خداوند دوزخ خلق کرد، خنده میکائیل بیچاره را فراموش کرده است. بیچاره میکائیل دیگه نمیخنده. یک ملائکه رحمتی که معصوم از جمیع گناه ها است، از ترس جهنم خنده را فراموش کرده است. ما و شما که مستحق آتش جهنم هستیم پروای دوزخ نداریم. یک شخص را تنبیه میکنه که ای برادر امر خدا است اجرا کن. میگه خداوند کریم است، خداوند رحیم است. ای بی‌شرافت، کریمی و رحیمی خدا را دانستی، غفاری و ستاری خدا را شناختی، چرا فراموش میکنی که خداوند جبار است، خداوند متکبر است، خداوند شدید العذاب است، سریع العقاب است؟ عقلت کجا هست؟ قرآن سرتاسر قصه قوم‌های پیشینه است. اکثر آیات قرآنی قصه های قوم‌های پیشینه است. قصه قوم لوط، قصه قوم هود، قصه قوم نوح، قصه قوم ثمود، قوم صالح علیه السلام. خداوند بیان میکنه برای ما و شما چی نوع بنده های سرکش به خاک یکسان کرد، چی نوع به آب غرقشون کرد، چی نوع به غضب خدا اونا گرفتار شدن. مگر این برای تو درس عبرت نیست؟
این خدای هست که تمام دنیا را نصف میکنه، پروا نداره. این یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. خداوند در قرآنش میفرماید اگر بخواه همه تا نصف نابود میکنه، جای شما قومی نو میاره، خلقی نو میاره. از غضب خدا نمیترسید؟ واقعا قسم به خدا حکمت خدا که ما و شما امت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین قوم ها قرار داده است، آخرین امت ها پیدا نموده است. یک نعمت الهی است که برای ما و شما هدیه شده است، اما ما متاسفانه به قدر این هدیه، به قدر این نعمت نمیرسیم، نعمت خدا را فراموش میکنیم. حضرت مولوی روم یک قصه دارد، میفرماید آن غزان ترک خونریز آمدند، بحر یغما در یک ده در شدند. در عصرهای میانه قوم قبیله ترک کاری اونا هم غارتگری بود، با کسب غارتگری زندگی میکردند. در میان ترک ها یک قوم با نام ترکان غوز یا ترکان اوغوز معروف و مشهور بود که بسیار خونخوار و بسیار ظالم بودند. اگر به دهه هجوم میکردند، مردا را همه را از دم شمشیر میگذراندند، زن کودککا را به غلامی گرفته و میبردند میفروختند، خانه و در مردم آتش میزدند. بار همه قوم اوغوز، قبیله اوغوز به یک دهه هجوم میکردند. دو تن از اعیان آن ده یافتند، در هلاک آن یک بشت افتند. تمام مردم جان حولکی میگریزند، فقط دو موسفید بیچاره در ده میمونند. میگن که ما پیر شدیم، به ما دیگه چیکار دارند، از دست ما چیکار میآید. اسقالای ده هر دشه اسیر میکنند. بعد از اون سردار ترکا امر میکنند تا اینکه یکیشه به قتل برسونند. یک موسفید دست بستندش که قربانش کنند. گفت ای شاهان و ارکان بلند، قصد جان من زی چی رو میکنید؟ از چی آخر تشنه خون منید؟ بیچاره را وقتی دست پاجا بستند و کلوکش کردن، جان بسیار شیرینه. گفت ای مردم، من چی گناه کردم که شما اینقدر تشنه خون من هستید؟ چرا میخواهید مرا بکشید به یگان گناه؟ گفت تا ترس بران یارت زند، تا بترسد او و زر پیدا کند. سردار ترکا گفت تو حقیقتا گناه نداری، ما با او خاطر تو را میکشیم که رفیقت بترسد، تیلاهایی را که پنهان کردیان در زیر زمین همون را برای ما نمایان کند. و بینه همین دزدان هم یک فعل شوم دارن، راهزنان، دزدانه راهزنان. وقتی در یک خانه در آمدن، بعد یگان شخص بسیار سخلت و کوب میکنن تا اینکه مردم بترسند صاحبای خانه و پول و مال پنهانیشون بیارن. حتی در همین دهه شما، در همین کوچه شما گوش یک آدم بریده بودن. من یاد دارم که گوش یک شخص بریده بودن، دو کسه حتی. همین رسم و رسوم ایام زمانهای قدیم مانده است در میان مردم ظالم خونخوار. گفت حقیقتا تو گناه نداری، با اون خاطر میکشیمت که رفیقت بترسه و مال و متاع و طلاهای پنهان کرده را پیدا کند. گفت چند فهم است، ما هر ده یکی در مقام احتمال و در شکل. مروه را بکشید اول ای شهان، تا بترسم من دهم زر و نشان. گفت مادام که این خیل باشه، شما از کجا میدانه که جای طلا و تنگه را من میدانم یا که رفیقم؟ و بکشه او را من بترسم نباشه، همون طلا را من نشان تو بتم. پس کرمهای الهی بین که ما اندر آخر آمدیم در انتها. آخرین قرنها خیر القرون، در حدیث است آخرون السابقون. پس ای مسلمان شما لطف و کرم خدا را ببینید که ما را از همه آخر خلق کرده است. تا هلاک قوم نوح و قوم هود نادی رحمت به جان ما نمود. حضرت مرحمت کنید، خدام حضرت ایشان نورالدین جان و این خاندان و این محله خیر مقدم میگوییم.